وقتی این حقیقت مرموز را درک کنید، از حیرت به زانو خواهید افتاد. موقعیت زمین آنقدر بی‌نقص است که اگر فقط 10% به خورشید نزدیکتر بود، ما را کاملا در آتش برشته می‌کرد. و اگر 10% دورتر بود، در سرمای شدید منقرض می‌شدیم. اگر چرخش زمین 10% سریعتر بود، بادهایی به سرعت 300 تا 400 کیلومتر در ساعت پوست را از گوشتتان جدا می‌کرد. و اما اگر چرخش 10% کمتر بود، در روز بیشتر در معرض نور خورشید قرار می‌گرفتیم و دما 60 تا 80 درجه سانتیگراد گرم می‌شد و شب‌ها نیز دما -40 تا -50 درجه سانتیگراد یخبندان می‌شد. سیاره مشتری مانند یک برادر بزرگتر از سیاره زمین مقابل شهاب سنگ‌ها، دنباله‌دارها و سیارک‌ها دفاع می‌کند و مانع نابودی ما می‌شود. موقعیت خورشید و ماه به طرز حیرت‌آوری شرایط حیات را در زمین مهیا کرده.